این مرد کور جون یه دختر رو نجات میده. دختر روش کراش میزنه، اما مرد سیگماتر از اونه که بهش پا بده. بعد مرد کور به گدای کوچه‌ای محل یه سکه میده و میره داخل سوپری محل تا یه بطری شیر خروس بخره. اما در همین لحظه چند تا گنگستر خطرناک وارد سوپرمارکت میشن. گنگسترها از صاحب سوپرمارکت میخوان بهشون باج بده، اما زمانی که صاحب سوپرمارکت میگه تا الان هیچ فروشی نکرده، اونو میبرن پشت سوپرمارکت تا جور دیگه باهاش حساب کنن. اما در همین لحظه مرد کور سر و کلش پیدا میشه. اون که عاشق طعم شیر خروساییه که صاحب سوپرمارکت براش میاره. از گنگسترها میخواد صاحب سوپریو به حال خودش بذارن و برن، اما